بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان محترم، خدا نصیب کنه دیگری امروز 19 روزی ماه رمضان 20 تراویح انشاءالله خواندن به حاضر سیم. خدا نصیب کنه دیگری فردا دهه آخر به حرکت میکنم. خدا رسانت 10 روز ولیکن 9 روز دیگه ماه تمام میشد. این روزهای غنیمت دانسته و عبادت گذراندم حرکت میکنم. اصلا میگن که کدام انسان و انسان به رمضان بیاد، همان رمضان به ایمان و احتساب میگونه، به ایمان و با کارهای ثواب مشغول کرده گذرانده دیگری همون انسان همون رمضانش همون رمضان و رمضان پیشنگی ما بین حد رمضان به کفارت میشده است. اگر ما حقیقتا احتسابا گذراندیم چخیل کده احتسابا میشد، یعنی از ثوابش پر را با بهره چخیل میشد. یعنی یکون روز سحر خورد خواب نمونده، یکون روز افطار قصداً ترک نکرده و بازم خود را رمضان بیرنندم از شبهه و حرام کارها نگه داشته تانسته و برای ماه رمضان خاص بدگی عبادت تراویح به پر را اشتراک کنیم. مگری انشاءالله ما هم رسول خدا گفتگی ایمانا و احتسابا، یعنی با باوری کامل و با عملهای کامل کدام انسان رمضان گردگری هوا انسان همین خیل وعده گفتگی وعده شما انشاءالله ما سزاوار میشدیم. برای همین در ماه رمضان میشدگی کارهای ثواب آن عملهایی که رمضان به داخل شد این به اعتبار نمودم دکار به اعتبار کتی از این ماه مبارک به نصیبه برآمدن خوف شد. موزن حدیثان اسلام میگن که اذا اتاك الله مالا فليرى عليك فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا ولا يحب البعوث ولا التباؤس. گفتن که اگر یک انسان پروردگار یک ملک دهد، یعنی سر دستش دراز کرده مونه دیگر ملک پروردگار دوست می داشته است، همون دودگی نعمتش تیپ انسان ها نمایان شده نشه. خدا ما یک دست فراخ داد می رس نکرده، نقص صرف کرده، نقص پوشته، همون حد خدا ده صرف کنه مگر هوای چیز پروردگار خرسان میکرده است. ذخیره که مونده نه خدماتیم نه کسب احسان کنیم و کار معقول کار نبوده است. ولا يحب البؤوس، پروردگار خیلی یفن پشتگی و یفن گشتگی دوست نمی داشته است. یفن میگرده دو خداش ناس خدا دادگی دنیا شای، لیکن یفن کتی در نزد انسان ها خیلی با منزل فاصله می نماد. هوا چیزا دوست نمی داشته است پروردگار. داد می دمک همون دادگی نعمتش تیپی بندشن دیدن پروردگار خسته میکرده است. خدا موندم خداش احسان یحکم خدا مسل میکنیم سون اویل موا سون فرزند موا سون دیگه ودیا از خدا مونگی زود کند فرزند با زود بکنیم دیا و دو اهل با فرزند با سون بیگونه با خدا مونم خدا یفن گشته اویل مویا نفقش با قفول شدم زخنگی کرده سونی علم بلو توی دادن علم بلو عروس کردن یا که یک مشهورانه همه خیل ضیافت ها دادن این مقبول حساب نمیشده است. از حد خودش بیرون کار حساب میشده است. برای همین از این خیل چیزا ما با خبر شده نما در کار. دویم حدیث رسول میگن که اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه، اگر قبیله شما دیگه یک قوم
کریمش آدمی با آبروش بیاد دگری حرمتش جشمون تان خودی آدم های به حرمت خدا مویا خیل حرمتش جابجا کردگی باید همون از دیگه محل از دیگه قوم اومدگی انسان هم حرمتش هوای بان موندن پیغمبر خدا فرمسیان خدا مانگی یک انسان های عزیز انسان های کهن سالا انسان های پیشوایا چه حرمت میکنم همون حرمت اومدگی مهمان هم کم نشانش نکن بس این فرمود رسول خدا این یک انسان خواهش خداش یکی برای نفس خداش یکی برای دیگه چیز نه برای عمل رسانده شدگی امانت خدا چون دین امانت است امانت همون امانت گیران باید به اهلش رساند رسول سیم ما رساندگی ما روز قیامت ثواب میگیرم عمل کردگی نکردمش ما روز قیامت جا میتید ولی همین من نفهمیدم من نشنیدم گفتگی سوال برای پروردگار فردا روز قیامت شما و امکان نموناندن همین خیلی از زبان بعضی انسان ها ما رسانده مونده است رسول می دماغ هوای عمل کردم با ان شاء الله حرکت میکردیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين الله أكبر